سلام به شما که تو این کاوش با ما همراه هستید. امروز خب میخوایم نگاهمون به یک کتابی باشه که فکر میکنم برای خیلی همون که نگران نسل جوانیمون حرفای مهمی داره. کتاب Thrivers از دکتر میکل بوربا که روانشناس خیلی معروفیه تو حوزه کودک و نوجوان. حتما شما هم دور و برتون دیدین. جوونایی که خب روی کاغذ خیلی موفقن، نمره عالی، کلی فعالیت فوق برنامه، رزومه‌شون پر پیمونه، اما انگار از درون یه حس خستگی، یه اضطراب، حتی یه جور پوچی دارن. بوربا به اینها میگه تلاشگر، سترایور، در مقابل یه نسل دیگه‌ای که میتونه باشه، نسل شکوفا یا ثرایور. دقیقاً همینطوره. سوال اصلی همینه که چطور میشه این همه دستاورد ظاهری داشت ولی از تو حس رضایت، اون حس خوب بودن رو نداشت. کتاب بوربا دقیقاً میره سراغ همین سوال. میخواد ریشه هاش رو پیدا کنه و مهمتر از اون یه راهی نشون بده، راهکاری که به جای اینکه فقط روی موفقیت‌های بیرونی زوم کنه، میره سراغ ساختن شخصیت، ساختن اون توانمندی‌های درونی بچه‌ها. بوربا اساساً معتقد کلید این شکوفایی واقعی توی پرورش چیزیه که بهش میگه نقاط قوت شخصیتی. از هدفمون توی این بحث اینه که با هم ببینیم این نقاط قوت چیان اصلاً و مهمتر این که چطور میشه کمک کرد تا تو جوونا رشد کنن که فقط میدونید تلاشگر نباشن بلکه واقعاً شکوفا بشن، زندگیشون پربار باشه. برای شروع فکر کنم اون داستان آوه‌ای که بوربا تعریف میکنه خیلی خیلی تکون دهنده است. یه دختر 16 ساله فوق‌العاده موفق به نظر میرسه. معدل عالی، ورزشکار حرفه‌ای، از 4 صبح بیداره برای تمرین، بهترین دانشگاه‌ها رو میخواد. خب از بیرون نگاه میکنی یه تصویر کامل انگار. بله، یه تصویر کاملاً بی‌نقص از موفقیت. اما همین دختر تو اوج همین موفقیت‌های ظاهری یهو دچار یه افسردگی خیلی شدید میشه. کارش حتی به بیمارستان میکشه. مادرش خیلی قشنگ البته با ناراحتی میگه فکر میکردم همه چیز بهش دادم ولی یادم رفته بود کمکش کنم از خودش بودن لذت ببره. خود آوا هم حرفی میزنه که انگار حرف دل خیلی از هم نسلاشه. همه دوستای من استرس دارن، هممون خسته ایم. ما فقط فرسوده شدیم. این فقط داستان یه نفر نیست، انگار یه الگوی خیلی رایجه. بله و بوربا همینو تو صحبت با بچهای دیگه هم شنیده. اون مثال پازل که یکی از بچهای راهنمایی زده بود، فکر کنم تو بوستون، خیلی خیلی خوب توضیح میده قضیه رو. میگفت انگار ما شدیم مثل یه پازل ناتمام. هی سعی میکنیم تو این دنیا یه جوری جا بشیم ولی نمیتونیم. چرا؟ چون یه تیکای اصلیمون گم شده. آهان. و وقتی ازشون پرسیده چه تیکه هایی، جواب خیلی جالب بوده. گفتن اون تیکه هایی که بهت یاد میده چطور واقعاً آدم باشی. چطور با بقیه کنار بیای، چطور با اشتباهاتت کنار بیای، چطور استرس رو مدیریت کنی. اون تیکه هایی که شخصیتت رو میسازن ولی ما رو جوری بزرگ کردن که فقط محصول باشیم، فقط دستاورد داشته باشیم. برای همین هممون ته دلمون حس پوچی میکنیم. انگار این تمرکز بیش از حد روی نمره و رتبه و دانشگاه و اینها باعث شده از ساختن اون انسان کامل خب غافل بشیم. خب حالا نکته خوبش اینه که بوربا فقط مشکل رو نمیگه و نمیره کنار. راه حل هم میده. همون نقاط قوت شخصیتیه که گفتید. بله دقیقاً. اون 7 نقطه قوت کلیدی رو معرفی میکنه که به نظرش برای شکوفایی بچه‌ها تو این دنیای پر از چالش امروز واقعاً ضروریه. و جالبه که اینا رو همینجوری از خودش نگفته ها، از دل تحقیقات خیلی معتبر در آورده. مثلا اون مطالعه معروف امی ورنر روی بچه‌های جزیره کاوآی که 40 سال طول کشید. اون تحقیق دقیقاً نشون داد بچه‌هایی که تو شرایط خیلی سخت بزرگ شده بودن ولی این ویژگی ها رو داشتن و حداقل یه بزرگسال حامی کنارشون بود، تونستن مسیر زندگیشون رو عوض کنن و موفق بشن. پس انگار اینا مثل یه سپر محافظ عمل میکنن در برابر سختی ها. خب این 7 نقطه قوت چی هستن دقیقاً؟ این 7 اینها هستن. یکی اعتماد به نفس، سلف کانفیدنس. البته نه اون اعتماد به نفس کاذبه هاها. اون درک عمیق از این که من کی هستم.
دوم همدلی، امپاتی، یعنی بتونی دنیای بقیه رو حس کنی، درک کنی، فکر کردن به ما به جای فقط من. سوم خودکنترلی، سلف کنترل، بتونی هیجاناتت رو مدیریت کنی، رو هدف تمرکز کنی. چهارم صداقت و درستی، اینتگریتی، یعنی یه قطب نمای اخلاقی قوی داشته باشی و طبق اون عمل کنی. پنجم کنجکاوی، کیوریاسیتی، اون اشتیاق برای یاد گرفتن، برای کشف کردن، برای پرسیدن چرا. ششم پشتکار، perseverance، اون سرسختی برای دنبال کردن هدفهای بلند مدت، حتی وقتی خیلی سخت میشه، همون چیزی که بهش great هم میگن. و هفتم خوشبینی، optimism، اون نگاه امیدوارانه به آینده و اینکه باور داشته باشی میشه راه حل پیدا کرد. و نکته خیلی مهم و امیدوار کنندش اینه که بوربا خیلی تاکید داره هیچ کدوم اینا ذاتی و ثابت نیستن. یعنی همشون رو میشه یاد گرفت، میشه پرورش داد. این خیلی خوبه. خب بیاین یک کم عمیق‌تر شیم تو چند تاشون. از اول شروع کنیم اعتماد به نفس. آره، اعتماد به نفس. ولی اینجا خیلی مهمه که بدونیم منظور بوربا اون اعتماد به نفسی نیست که مثلا با تعریف و تمجید الکی به دست میاد. مثلا هی بگیم تو بهترینی یا برای هر کار کوچیکی جایزه بدیم. این کارا اتفاقاً برعکسه. ممکنه نتیجه عکس بده. به جای اعتماد به نفس واقعی، خودشیفتگی رو ببره بالا. پس اون اعتماد به نفس واقعی که میگه چیه؟ اون در واقع یه درک آروم و درونی از این سواله. من کی هستم؟ یعنی شناختن توانایی‌ها، علایق، ارزش‌ها، اون ویژگی‌های منحصر به فرد خودمون و مهمتر از همه ارزش قائل شدن براشون، فارغ از اینکه نمرمون چنده یا تو کدوم مسابقه برنده شدیم. این یعنی باید کمک کنیم بچه‌ها هویت درونی خودشون رو کشف کنن. بوربا 3 سوال کلیدی رو میگه که خوب هم از خودمون بپرسیم هم از بچه‌ها. اول، من بچم رو چطور میبینم؟ یعنی دنبال اون دارایی‌های اصلیش، نقاط قوتش بگردیم. دوم، بچم خودش رو چطور میبینه؟ و سوم، که خیلی مهمه، میخواد چه کسی بشه، نه اینکه چه کاره بشه. این خیلی فرق داره با اون فشاری که معمولاً هست که بچه باید فلان کاره بشه یا بره تو فلان مسیر که ما براش تعیین کردیم. اون داستان جیم ابوت، بازیکن بیسبال که گفتید واقعاً الهام بخشه. با اینکه یه دست نداشت ولی چون روی تواناییاش تمرکز کرد و پدر و مادرش حمایتش کردن یه ستاره شد. دقیقاً. والدینش به جای اینکه روی اون چیزی که نداره تمرکز کنن، کمکش کردن نقطه قوتش رو پیدا کنه و تقویتش کنه. بهش یاد دادن راه تو شاید فرق کنه، ولی این به معنی ناتوانی نیست. نکته کلیدی همینه. باید فضا و زمان بدیم که بچه‌ها علایق واقعی خودشون رو کشف کنن و روش تمرکز کنن. حتی اگه اون علایق با آرزوهای ما یکی نباشه. اینجوریه که اون حس من کی هستم واقعا شکل میگیره. بسیار خوب. نکته مهمیه واقعاً. حالا بریم سراغ دومی. همدلی، توانایی فهمیدن و شریک شدن تو احساسات بقیه. این روزا خیلی میشنویم که میگن همدلی کم شده، یه جور بحران همدلی داریم انگار. متاسفانه بله. تحقیقاتی که بوربا بهشون ارجاع میده واقعا نگران کننده است. میگه همدلی بین جوانهای آمریکایی تو 30 سال گذشته 40% کم شده و همزمان خودشیفتگی رفته بالا. خب دلایلش هم زیاده، از فرهنگ رقابتی خیلی شدید، من باید از تو بهتر باشم گرفته، تا کمتر شدن ارتباط رو در رو به خاطر تکنولوژی و همون تمرکز بیش از حد روی دستاورد فردی به جای ارزش‌هایی مثل مهربونی و کمک به دیگران. بوربا میاد همدلی رو به 3 بخش تقسیم میکنه، به قول خودش ABC. یکی بخش عاطفیش، افکتیو، یعنی بتونی احساس طرف مقابل رو حس کنی. یکی بخش رفتاری بیهیویرال، یعنی با شفقت عمل کنی، کمک کنی. و یکی هم بخش شناختی، کاگنیتیو، یعنی بتونی از دید اون نگاه کنی. خب حالا چطور میشه این به قول شما عضله همدلی رو قوی‌تر کرد؟ 3 راهکار کلیدی رو پیشنهاد میده. اول، آموزش چیزی که بهش میگه سواد عاطفی. یعنی کمک کنیم بچه‌ها اسم احساسات مختلف رو یاد بگیرن، هم تو خودشون هم تو بقیه تشخیص بدن. الان چه حسی داری؟ فکر میکنی اون چه حسی داره؟ دوم، تمرین کنیم از دید دیگران نگاه کردن رو. چطوری؟ مثلا با خوندن داستان و پرسیدن اگه تو جای اون شخصیت بودی چه حسی داشتی؟
یا حتی تو بحث‌های روزمره ازشون بخوایم فکر کنن طرف مقابل چی تو سرشه، چه حسی داره. و سوم که خیلی مهمه، تشویق فعالانه توجه و عمل همدلانه است. یعنی وقتی می‌بینیم کار مهربانانه‌ای می‌کنن تحسینشون کنیم، فرصت‌های واقعی برای کمک به دیگران براشون ایجاد کنیم، چه تو خونه، چه تو مدرسه، چه تو جامعه. اون داستان کلاس پنجمیا تو تامپا که پروژهشون رو گذاشتن روی آموزش همدلی به بچهای کوچیکتر خیلی خوب نشون میده که این کاملاً یاد گرفتنیه. واقعا جالبه که چقدر فعالانه میشه این مهارت رو آموزش داد. خب بریم سراغ سومین نقطه قوت که میخوایم عمیق‌تر بشیم. خود کنترل. این شاید کمتر از همدلی یا اعتماد به نفس تو چشم باشه، ولی به نظر خیلی حیاتی میاد. قطعاً حیاتیه. خودکنترلی یعنی بتونی جلوی هیجانات شدیدت رو بگیری، بتونی تکانه‌هات رو کنترل کنی، همون ایمپالس کنترل، و بتونی روی هدف تمرکز کنی حتی اگه کلی وسوسه دیگه دور و برت باشه. تحقیقات نشون میده بچه‌هایی که خودکنترلی بهتری دارن خب تو مدرسه موفق‌ترن، روابط اجتماعیشون بهتره و حتی تو بزرگسالی سالم‌ترن. این همون توانایی به تعویق انداختن لذت‌های آنی برای رسیدن یه هدف بزرگتره. چطور میشه اینو تقویت کرد؟ مخصوصا تو دنیای امروز که همه چیز انگار برای حواس پرتی و رضایت فوری طراحی شده. دقیقاً به خاطر همینم مهمه. چند تا راهکار عملی داره. اول از همه خودمون باید الگوی خوبی باشیم. وقتی ما عصبانی میشیم چطور خودمون رو کنترل میکنیم؟ بچه‌ها اینو میبینن. دوم، میشه استراتژی‌های آرامسازی رو مستقیم بهشون یاد داد. چیزای ساده مثل نفس عمیق کشیدن، شمردن تا 10، یا حتی اینکه اگه خیلی عصبانی هستن یکم از موقعیت دور بشن. سوم، کمک کنیم تو برنامه‌ریزی و تعیین هدف‌های کوچیک و قابل مدیریت. این کار بهشون کمک میکنه تمرکز کردن رو یاد بگیرن. و چهارم، ایجاد روتین‌های مشخص تو زندگیشون. مثلا برای انجام تکالیف، ساعت خواب مشخص. این ساختارها به تقویت خودکنترلی کمک زیادی میکنن. درسته. این واقعا نیاز به صبر و تمرین داره، هم برای ما به عنوان بزرگتر، هم برای خود بچه‌ها. خب چهارمین مورد چی بود؟ صداقت و درستی. بله، اینتگریتی. یعنی داشتن یک قطب‌نمای اخلاقی قوی درونی و اینکه بر اساس اون قطب‌نما عمل کنیم. حتی وقتی هیچ کس نگاهت نمی‌کنه یا حتی وقتی انجام کار درست سخت‌تر از کار غلطه. این فراتر از اینه که فقط بدونی چی خوبه چی بد. یعنی تعهد داشتن به ارزش‌های اخلاقی مثل انصاف، مسئولیت پذیری، احترام گذاشتن. چطور میشه این قطب نمای اخلاقی رو خب تنظیمش کرد یا کمک کرد تنظیم بشه؟ بهترین راهش حرف زدنه. باید در موردش حرف بزنیم. موقعیت‌های واقعی یا داستان‌هایی که توش دوراهی‌های اخلاقی وجود داره رو با بچه‌ها مطرح کنیم. ازشون بپرسیم به نظرت کار درست چیه؟ چرا؟ باید رفتار صادقانه رو تحسین کنیم، حتی اگه اون صداقت به قیمت یه ضرر کوچیک تموم شده باشه. مثلا اگه بچه اشتباهش رو گردن میگیره، باید شجاعتش رو تحسین کنیم، نه اینکه فقط سرزنشش کنیم. و مهمتر از همه خودمون باید با رفتارمون نشون بدیم که به این ارزش‌هایی که میگیم پایبندیم. بچه‌ها خیلی بیشتر از این که به حرفای ما گوش کنن، رفتار ما رو میبینن و الگو برداری میکنن. این نکته واقعاً کلیدیه. پنجمین نقطه قوت کنجکاوی بود. اون اشتیاق برای یادگیری و کشف کردن. دقیقاً. کنجکاوی اون موتور درونیه که ما رو هل میده به سمت پرسیدن، به سمت کشف کردن، یاد گرفتن چیزای جدید، حتی ریسک کردنهای خلاقانه. بچه‌های کنجکاو ذاتاً یادگیرنده‌های بهتری هستن، ذهنشون بازتره. ولی متاسفانه گاهی وقتها سیستم آموزشی یا حتی خود ما بزرگترا با تمرکز بیش از حد روی جوابهای درست و برنامه‌های خیلی شلوغ و از پیش تعیین شده، این کنجکاوی طبیعی بچه‌ها رو یه جورایی سرکوب می‌کنیم. خب چطور میتونیم شعله این کنجکاوی رو روشن نگه داریم یا دوباره روشنش کنیم؟ با تشویق کردنشون به سوال پرسیدن، حتی اگه جواب سوالاشون رو ندونیم، باید بگیم چه سوال خوبی، بیا با هم دنبال جوابش بگردیم. باید براشون فرصت اکتشاف آزاد فراهم کنیم، چه تو طبیعت‌گردی، چه با دادن کتاب‌های مختلف، چه حتی با بازی‌های فکری.
و اینکه خودمونم هیجانمون رو نسبت به یادگیری چیزهای جدید نشون بدیم. وقتی بچه میبینه ما هم کنجکاویم و از اینکه بگیم نمیدونم نمیترسیم، اونم جرأت بیشتری پیدا میکنه که بپرسه و کشف کنه. باید از اون چراهای بی پایان بچه‌ها استقبال کنیم، نه اینکه سعی کنیم ساکتشون کنیم. میرسیم به ششمی که خیلی روش تاکید میشه. پشتکار یا همون پرسیویرنس و گریت که گفتید. بله، پشتکار یا سرسختی. این یعنی توانایی چسبیدن به هدفهای بلند مدت و ادامه دادن مسیر، حتی با وجود سختی‌ها، شکست‌ها، ناامیدی‌ها. تحقیقات آنجلا داکورت که خیلی هم معروفه، نشون داده که این ویژگی یعنی گریت حتی از هوش هم پیش بینی کننده بهتری برای موفقیته، چه تو تحصیل چه تو کار. اما به نظر میاد پرورش پشتکار خیلی سخته. خیلی وقتا انگار ما خودمون مانعش میشیم، درسته؟ مثلا با اینکه نمیذاریم بچه‌ها طعم شکست رو بچشن. دقیقاً. یکی از بزرگترین موانع همینه. ما از اینکه بچه‌مون شکست بخوره، ناامید بشه، میترسیم. برای همین سریع میریم نجاتش میدیم. در حالی که شکستای کنترل شده و مدیریت شده، بهترین فرصت برای یادگیری پشتکار هستن. راهکار اصلی برای پرورش پشتکار چیه؟ اول ترویج چیزی که بهش میگن ذهنیت رشد یا growth mindset. یعنی این باور که توانایی‌های ما با تلاش و تمرین بهتر میشن، نه اینکه ثابت و ذاتی‌ان. پس به جای اینکه هوش بچه رو تحسین کنیم، چقدر تو باهوشی، باید تلاشش رو تحسین کنیم. چقدر سخت کار کردی روی این خیلی فرق میکنه. دوم، کمک کنیم هدف گذاری واقع بینانه یاد بگیرن. اهدافی که نه اونقدر آسون باشن که چالشی نداشته باشن، نه اونقدر سخت که سریع ناامید بشن. و سوم، عادی سازی اشتباهات به عنوان بخشی کاملا طبیعی از فرآیند یادگیری. باید به بچه‌ها یاد بدیم از اشتباهاتشون درس بگیرن، تحلیلش کنن و دوباره تلاش کنن. اون مثال مایکل جردن که اولش حتی از تیم دبیرستانش کنار گذاشته شد، ولی با یه پشتکار باور نکردنی تبدیل شد به یکی از بزرگترین ورزشکارهای تاریخ، واقعاً قدرت این ویژگی رو نشون میده. و بالاخره میرسیم به هفتمین نقطه قوت، خوشبینی. بله، خوشبینی. البته این به معنی ساده‌لوحی و نادیده گرفتن مشکلات نیستا. خوشبینی یعنی داشتن یه نگاه امیدوارانه به آینده و این باور که میشه برای مشکلات راه حلی پیدا کرد. آدمای خوشبین وقتی با یه مانع روبرو میشن فکر نمی‌کنن خب دیگه دنیا تموم شد، بلکه دنبال راهکار میگردن. فکر می‌کنن خب حالا چی کار میتونم بکنم؟ این باعث میشه تو سختی‌ها انعطاف پذیرتر باشن و بهتر بتونن ازشون عبور کنن. چطور میشه این نگاه خوشبینانه رو تقویت کرد؟ با تمرکز کردن روی راه حل‌ها به جای اینکه فقط تو خود مشکل غرق بشیم. با کمک کردن به بچه‌ها که بتونن جنبه‌های مثبت موقعیت‌ها رو هم ببینن. حتی موقعیت‌های سخت. شاید یه اتفاق بد افتاده، ولی چه درسی میشه ازش گرفت؟ چه فرصتی توش هست؟ با آموزش شکرگزاری و قدردانی برای چیزهای خوبی که تو زندگی هست، هرچند کوچیک. و با نشون دادن اینکه شکست‌ها یا مشکلات معمولاً موقتی‌اند و قابل عبور. وقتی ما به عنوان بزرگتر خودمون الگوی خوشبینی باشیم، یعنی وقتی زمین می‌خوریم دوباره بلند شیم و با امید ادامه بدیم، بچه‌ها هم یاد می‌گیرن که میشه به آینده با امید نگاه کرد. پس این 7 ویژگی اعتماد به نفس، همدلی، خودکنترلی، صداقت، کنجکاوی، پشتکار و خوشبینی انگار یه جعبه ابزار خیلی قوی‌تر برای زندگی هستن. اما بوربا یه نکته مهم دیگه هم میگه، این که اینا تنها کار نمی‌کنن، با هم کار می‌کنن. بله، دقیقاً. یه چیزی به اسم اثر هم‌افزایی یا multiplier effect دارن. یعنی قدرت واقعیشون وقتی معلوم میشه که با هم ترکیب میشن. مثلا اعتماد به نفس به پشتکار نیرو میده. اگه به خودت باور داشته باشی تو سختی‌ها بیشتر ادامه میدی. کنجکاوی اگه با خودکنترلی همراه بشه منجر به یادگیری عمیق و هدفمند میشه. صداقت اگه با همدلی ترکیب بشه میتونه انگیزه انجام کارهای بزرگ اجتماعی و کمک به دیگران بشه. اینا مثل اعضای یه تیم خیلی قوی هستن که همدیگر رو کامل و قوی تر میکنن.
و نقش ما بزرگترا مثل اون آدمای حامی که تو داستان زندگی پدر خود بوربا بودن و تو کتاب تعریف میکنه چقدر میتونه حیاتی باشه تو شکل گرفتن این تیم درونی تو وجود بچه‌ها. کاملا درسته. اون بزرگترهای حامی بودن که تو اون شرایط سخت پتانسیل پدرش رو دیدن و بهش کمک کردن این نقاط قوت رو تو خودش پرورش بده تا بتونه بر اون سختی‌های عظیم زندگیش غلبه کنه. ما هم میتونیم اون بزرگسال حامی باشیم برای بچه‌های خودمون یا بچه‌هایی که دور و برمون هستن. پس اگه بخوایم یه جمع‌بندی بکنیم، فشار بیش از حد برای موفقیت‌های صرفاً بیرونی میتونه بچه‌ها رو تبدیل کنه به تلاشگرانی که شاید موفق به نظر برسن، ولی از درون خسته و مضطربن. اما راه حل وجود داره و در دسترس هم هست. پرورش هدفمند و آگاهانه این 7 نقطه قوت شخصیتی کلیدی. این کار میتونه اونها رو به سمت شکوفایی واقعی هدایت کنه. درسته. این نقاط قوت در واقع مهارت‌های ضروری زندگی هستند. ابزارهایی که به بچه‌ها کمک می‌کنن با چالش‌های دنیای پیچیده امروز کنار بیان، از شکستاشون درس بگیرن و مهمتر از همه یه زندگی معنادار و رضایت بخش برای خودشون بسازن. این یه جور سرمایه‌گذاری روی انسان شدن اونهاست، نه فقط موفق شدنشون از دید جامعه. و حالا یه فکر نهایی برای شمایی که تا اینجای بحث با ما بودید. برگردیم به اون مثال پازل که اون دانش آموز زده بود. یکم فکر کنید، شاید تو پازل زندگی خودتون یا جوونهایی که میشناسید و براتون مهمن، جای خالی کدوم یکی از این 7 قطعه؟ اعتماد به نفس، همدلی، خودکنترلی، صداقت، کنجکاوی، پشتکار یا خوشبینی بیشتر حس میشه؟ این هفته چه قدم کوچیکی، هرچند واقعاً کوچیک، میتونید بردارید برای اینکه اون قطعه رو پیدا کنید یا تقویتش کنید؟ قدمی که شما یا اونها رو یک کم به سمت کامل شدن اون پازل و رسیدن به شکوفایی واقعی نزدیکتر کنه؟ از اینکه تو این کاوش همراه ما بودید خیلی سپاسگزاریم.